داستان در دهه 1930 رخ می‌دهد. هرکول پوآرو، کارگاه مشهور بلژیکی، پس از پایان یک مأموریت در سوریه با قطار سریع‌السیر شرق از استانبول به مقصد لندن حرکت می‌کند. در طول سفر او با مردی آمریکایی به نام راچت مواجه می‌شود که ادعا می‌کند جانش در خطر است و از پوآرو می‌خواهد که محافظ او باشد، اما پوآرو به او اعتماد نمی‌کند و پیشنهادش را رد می‌کند. شبی پس از حرکت قطار، طوفانی برفین راه قطار را مسدود می‌کند. صبح روز بعد راچت در کوپه خود به قتل رسیده است. او با 12 ضربه چاقو کشته شده و هیچ یک از درهای کوپه‌اش از داخل باز نشده‌اند. این موضوع باعث می‌شود که قتل به یک معمای پیچیده تبدیل شود. پوآرو تحقیق را آغاز می‌کند و متوجه می‌شود که راچت در واقع کستی نامی راست، مردی که سالها پیش دختر بچه‌ای به نام دیزی آرمسترانگ را ربوده و پس از دریافت باج او را کشته بود. این حادثه تأثیرات عمیقی بر خانواده آرمسترانگ گذاشته و مادر دیزی پس از آن خودکشی کرد. پوآرو تمام مسافران قطار را بازجویی می‌کند. هر یک از آنها به نحوی با خانواده آرمسترانگ مرتبط است، از پرستار گرفته تا خدمتکار و دوستان خانواده. با ادامه بازجویی‌ها پوآرو به این نتیجه می‌رسد که هر کدام از مسافران به نوعی در قتل راچت کستی دخیل بودند. در واقع همه آنها به تلافی جنایت علیه دیزی آرمسترانگ راچت را با هم کشتند. در نهایت پوآرو دو نظریه به مسئولین قطار ارائه می‌دهد. یک، نظریه ساده، فردی ناشناس وارد قطار شد و راچت را کشته است. نظریه پیچیده‌تر، تمام مسافران قطار در قتل دست داشتند. در نهایت مسئولین قطار تصمیم میگیرند که نظریه اول را بپذیرند تا مسافران را از مجازات نجات دهند، زیرا باور دارند که عدالت در نهایت برای دیز آرمسترانگ برقرار شده است. در کل قتل در قطار سریع‌السیر شرق نه تنها یک معمای پیچیده جنایی است، بلکه به بررسی عمیقی از اخلاق و عدالت هم میپردازد.